بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان، مانده نباشین، خوب هستین؟ صحتتان خوب است، خیرت است، جور تیار هستین؟ خوشحال هستم که بازی جلسه را در خدمت شما عزیزان هستم. فصل دوم، جلسه 14، عنوان درس غوریان و خوارزمشاهیان. ببینین ما در این درس در مورد اصلیت غوریان، چگونگی حکومت کردنشان و اوضاع افغانستان در عصر غوری بیشتر اطلاعات پیدا میکنیم. به عنوان مقدمه براتون عرض کنم که ببینین خود غوریان و خوارزمشاهیان در تاریخ افغانستان از یک نقش بسیار مهم و برجسته برخوردار است. چرا؟ چون غوریان دولتی بود که از قلب افغانستان برخاسته و بلند شده بود، یعنی اصلیتشان از خود افغانستان، از مناطق مرکزی افغانستان بلند شده بود و تقریبا هندوستان را تحت تصرف خود در آورد. و همینطور خوارزمشاهیان که در اصل منسوب به خوارزم در منطقه در شمال ماوران نهر بود، از اونجا آمدن و در کشور ما سلطنت نمودن و افغانستان را تحت تصرف خود قرار دادن. خب ما در این درس ببینین فقط در مورد عصر غوریان در این درس اطلاعات پیدا میکنیم. غوریان، گفتیم غوریان برخاسته از غور مرکز افغانستان بود. در اصل منسوب بودن اینا به ملک شنسب، نام یک کسی که اسمش شنسب بود. چرا میگیم ملک شنسب؟ چون در واقع ملک شنسب امیر امارت غور بود. غور در مناطق مرکز افغانستان واقع شده بود. اینا را به این خاطر میگن غوریان. آقای منهاج السراج جزجانی که یکی از مورخین است، در کتاب به نام طبقات ناصری چنین نوشته که حیات ملک شنسب همزمان بود با صدر اسلام، یعنی همزمان با صدر اسلام ملک شنسب در ولایت غور افغانستان حکم روایی داشت. و بعد میگه که ملک شنسب خصوصیاتش، ببینین تفاوتی که با دیگران داشت، یک تفاوت عمده‌اش است که ملک شنسب در زمان خلافت حضرت علی کرم الله وجهه خودش داوطلبانه از غور بلند شد، رفت در مرکز خلافت حضرت علی کرم الله وجهه و اونجا توسط شخص حضرت علی کرم الله وجهه دین مقدس اسلام را پذیرفت و این افتخار را کسب کرد که خودش داوطلبانه اونجا بره و دین مقدس اسلام را بپذیره. بعد عهد و لوا که دو تا نشانه عمده امارت بود، خودش به دست خود از خلیفه چهارم دریافت کرد و برگشت. وضعیت غور، وضعیت جغرافیاییش از اوضاع خاص برخوردار بود. ببینین برخورداره. چرا؟ چون منطقه بسیار صعب العبور بود و این صعب العبور بودنش باعث شده بود که از ابتدای منطقه استقلال نسبی داشته باشه و معمولا فرمانروایان و کشورگشایان و حکما و امرای دیگه با آسانی موفق نشوه که غور را تحت تصرف خود در بیاره. چرا؟ چون گفتیم غور منطقه بسیار صعب العبور و سرسیر بود. بعدها ببینید در نهضت عباسی غوریان سهم بسیار فعال گرفت. امیر فولاد غوری که در واقع یکی از شخصیت‌های بزرگ و قدرتمند غوریان بود و اولین شخص قدرتمند غوریان محسوب میشد، با ابو مسلم خراسانی یک جای شد و در قیام ابو مسلم خراسانی برای براندازی اموی ها و در واقع حمایت از عباسی ها نقش فعال داشت. بعد از او ببینین امیر بنجی نهاران اولین فرد بود که عهد و لوا را مثل همون طوری که ملک شنسب گرفته بود، این اولین فرد بود که عهد و لوا را از خلیفه عباسی از هارون الرشید دریافت کرد. امیر بنجی در واقع دومین شاه قدرتمند غور بود. محمد سوری، ببینین محمد سوری غوری، محمد سوری نام یکی از سلاطین محلی غور بود. همزمان با سلاطین غوریان در مرکز افغانستان در غور،
خب غزنویان در غزنه حکم روایی داشتن و از قدرت بسیار بالا هم برخوردار بودند. در زمان حاکمیت محمد سوری که از سلسله غوریان بود در غور، سبکتگین و سلطان محمود در غزنه حاکمیت داشتن، حکم روایی داشتن و غزنه را خب سلطان محمود بسیار توسعه داده بود و از قدرت بسیار زیاد هم در درس‌های گذشته خوندیم که برخوردار بودن. اما با اون هم محمد غوری هر چند وقت در تصرفات و قلمرو غزنویان حمله میکرد، تعرض میکرد و اونا را دچار مشکل و دردسر میساخت. این موضوع باعث شد که غزنویان به غور توجه جدی بکنه و سلطان محمود غزنوی در سال 401 قمری همزمان با سال 1011 میلادی به غور یورش برد، چون بسیار ناراحت بود به غور حمله کرد و بعد از یک جنگ سخت موفق شد که محمد سوری را که حاکم غور و غوریان بود به اسارت بگیره. محمد سوری خب بالاخره بعد از اینکه به اسارت درآمد در همون اسارت فوت کرد و از بین رفت. بعد سلطان محمود وقتی که محمد سوری غوری را به اسارت گرفت، ولایت غور را سرپرستیش یا حاکمیتش به پسرش به نام شیس سپرد. یعنی در واقع عملا غور را تحت سلطه حکمروایی خود غزنویان قرار داد و نماینده خود شیس را در ولایت غور انتخاب کرد. شیس کی بود؟ گفتیم شیس پسر محمد سوری بود و به این گونه غور تحت فرمان غزنویان قرار گرفت. این وضعیت ادامه داشت، یعنی غور یک حاکمیت بود ولی کاملا مستقل نبود، خود غوریان اونجا حاکمیت میکردن اما تحت سلطه غزنویان بودن. این اوضاع ادامه داشت تا عصر بهرامشاه غزنوی و سلطان سنجر سلجوقی. خب علاءالدین حسین غوری که یکی از شاهان قدرتمند غوری بود، ببینین چی کارهای انجام داد. علاءالدین حسین غوری در زمانی که سلطان سنجر سلجوقی در افغانستان در بخش‌های وسیع از افغانستان حاکمیت داشت، غوریان در مقابل سلجوقیان آماده جنگ شدند. رهبری جنگ را کسی به اسم علاءالدین حسین غوری به عهده داشت، یعنی حاکم غور حالا دیگه علاءالدین حسین غوری بود. بعد این جنگ با سلجوقی ها که در زمان سلطان سنجر سلجوقی بود در سال 547 قمری هم برابر با سال 1152 میلادی به وقوع پیوست. ولی در این جنگ علاءالدین حسین غوری و سپاهیان شکست خورد. وقت شکست خورد پس به غور بازگشت، دیگه از غور جای دیگه فرار نکرد. خیلی از شاهان وقتی که شکست میخوردن مثل مسعود غزنوی که در درس‌های قبلی خواندیم پایتخت کشور و مرکز حکومت خود هم رها میکردن و فرار میکردن، ولی علاءالدین حسین غوری کار نکرد، در غور آمد و در غور همونجا باقی ماند و از حکمروایی خود در غور سخت دفاع کرد. بعد از چند وقت به غزنی حمله کرد. اگر یادتان باشه در درس‌های گذشته گفتیم که اصلا غزنویان را غوریان از بین برد که این درس در ادامهش میخونیم. بعد از چند وقت غوریان به سرپرستی و رهبری علاءالدین حسین غوری پادشاه غوری به غزنی حمله کرد و شهر تاریخی و آباد غزنی را تصرف کرد. وقت غزنی را تصرف کرد اونجا یکی از برادرای خود به اسم سیف الدین غوری در غزنه منصوب کرد به عنوان حاکم غزنه. ببینین تاریخ همینه دیگه، حالا غزنه تحت فرمانروایی غوریان قرار گرفت. بعد از اینکه خود سلطان علاءالدین حسین غوری به غور برگشت و برادر خود حاکم غزنه انتخاب کرد، بعد از چنده ببینین بهرامشاه غزنوی که از سلاطین آخر غزنه بود، خب این زمانی که علاءالدین حسین غوری به غزنه حمله کرد بهرامشاه غوری فرار کرد به هندوستان رفت، ولی بعد از چنده بهرامشاه دوباره برگشت و با مردم غزنه در مقابل غوریان باز دوباره اینا قیام کردن، جنگیدن و دوباره موفق شدن که غزنه را به دست بیارن. دوباره حکومت غزنه به دست بهرامشاه غزنوی افتاد. خب
در این جنگ سیف الدین برادر علاءالدین حسین غوری که حاکم غزنه بود در این جنگ به قتل رسید و قتل و مرگ برادرش بر علاءالدین حسین غوری بسیار سخت تمام شد و علاءالدین حسین غوری بسیار به خشم آمد و ناراحت شد. بعد علاءالدین حسین غوری دیگه حس انتقام بهش زنده شد. بعد در سال 556 قمری برابر با سال 1160 میلادی ببینین در عصر زمانشاه که فرزند بهرامشاه بود، یعنی بعد از اینکه بهرامشاه مرد فرزندش زمانشاه حاکم غزنی بود، حمله کرد و غزنی را دوباره به تصرف خود درآورد. اما این بار مثل سری قبل، مثل دفعه پیش نبود. این بار وقت غزنی را به تصرف خود درآورد، شهر آباد غزنی را، چون بسیار ناراحت بود از سلسله سلاطین غزنوی. قبلا هم بین اینا اختلافات و جنگ هایی بود و قبلا هم یکیشون گفتیم توسط سلطان محمود زندان شده بود و بعدم مرده بود و همینطور برادر علاءالدین حسین غوری هم که توسط علاءالدین حسین منصوب شده بود، خب این توسط غزنویان به قتل رسیده بود. این بار با خشم آمد غزنی را تصرف کرد. وقت غزنی را تصرف کرد شهر آباد و پیشرفته غزنی را دستور داد که آتش بزنن. شهر غزنی را کاملا آتش زد و شهر غزنی با آتش سوخت. خب از اینجا دیگه علاءالدین معروف شد به جهانسوز. در تاریخ ما در تاریخ افغانستان یک پادشاه داریم که معروف است به جهانسوز که اون سلطان علاءالدین حسین غوری است. چرا؟ چون شهر آباد غزنه را وقتی که به خشم آمد کاملا آتش زد. خب یکی از شعرای زمان غزنوی و غوری وقتی که بعد از اینکه او که غزنه را دیده بود که غزنه بسیار یک شهر آباد بود، قصرهای بسیار مجلل داشت، کاخهای بسیار خوب داشت. خب شهر که مساجد و بناهای مختلف در او اعمار گردیده بود، پلای مختلف، وقتی که از غزنه بیرون شده بود، خارج شده بود، همزمان با او جنگ صورت گرفت و غزنه آتش زده شد. وقتی که دوباره یک سال بعد، یعنی سال بعدش برگشت به غزنه، اصلا تعجب کردید غزنه وجود نداره، همش خاکستر است، یک ویرانه بیشتر باقی نمونده. یک شعر بسیار طولانی هم سرود که شهر غزنه نه همان است که من دیدم پار، که حالا شعرش کاملا در ذهن من نیست، مگذاریم به هر حال. گفتم علاءالدین حسین غوری به جهانسوز شهرت پیدا کرد. بعد غیاث الدین سام، ببینین برادرزاده سلطان علاءالدین حسین غوری بعد از سلطان علاءالدین حسین غوری به قدرت رسید. اسمش بود غیاث الدین سام. چرا میگیم غیاث الدین سام؟ چون اسم پدرش سام بود. بعد غیاث الدین سام با برادرش شهاب الدین محمد ابن سام خب موفق شد که غزان را از غزنه بیرون بکنه. غزان آمده بودن در غزنه که غزنه را دوباره حاکمیت چه به دست بگیرن، ولی اونا را از غزنه بیرون کردن. شهاب الدین محمد برادر غیاث الدین بسیار یک آدم جنگجو، شجاع و دارای کمالات خاص جنگی بود. بعد قلمروشان توسعه دادن، از کرمان تا سن قلمرو غوریان توسعه پیدا کرد و یک حکومت وسیع و مقتدر را موفق شدن تشکیل بدن. شهاب الدین در سال 579 هجری قمری برابر با سال 1184 میلادی موفق شد که لاهور را تصرف بکنه و اینجا دیگه غزنویان را کاملا منقرض بکنه و از بین ببره. غزنویان زمانی که از غزنه فرار کردن، بعدها پایتخت بعدیشان آمده بودن در لاهور. در لاهور پایتخت بعدی خود انتخاب کرده بودن دیگه. اینجا کاملا غزنویان توسط غوریان از بین رفتن، یعنی آخرین سلطان غزنوی توسط شهاب الدین در سال 579 هجری قمری کشته شد و کاملا سلسله غزنویان از بین رفت. خب با اقدامات شهاب الدین غوری خب قلمرو اینا بسیار توسعه پیدا کرد، وسیع شد، از کنار بحیره کاسپین یا دریای خزر امروزی تا ساحل جمنا که یک رود است در هند و از جیهون تا بلوچستان دیگه خطبه به نام سلطان غیاث الدین غوری خوانده میشد. این مناطق بزرگ دیگه تحت حکمروایی غوریان قرار گرفته بود. با شجاعت و شهامت که گفتیم شهاب الدین برادر
غیاث الدین سام داشت. بالاخره غیاث الدین سام غوری هم در سال 599 قمری برابر با سال 1203 میلادی از دنیا رفت. خب شهاب الدین محمد یا معزالدین، ببینین سلطنت بعد غیاث الدین خب مواجه شدن با کلا سلطان‌های غوری. بعد از مرگ غیاث الدین مواجه شدن با خوارزمشاهیان آسیای مرکزی. خب بعد از غیاث الدین در واقع معزالدین به سلطنت رسید که معزالدین مواجه شد با قدرت جدیدی که داشت شکل می‌گرفت به نام خوارزمشاهیان و اینا در آسیای مرکزی مستقر بودن و بالاخره هم موفق شدن که غوریان شکست بدن. مرگ شهاب الدین، ببینین توسط یکی از مخالفین خود در سال 602 هجری قمری برابر با سال 1206 میلادی شهاب الدین کشته شد. شهاب الدین محمد که به اسم معزالدین هم هست، شهاب الدین محمد غوری معزالدین، در سال 602 قمری برابر با سال 1206 میلادی توسط یکی از مخالفین به قتل رسید. بعد غیاث الدین محمود پسر غیاث الدین محمد به قدرت نشست، ولی ضعف غوریان شروع شد. قدرت سلاطین غوری دیگه کاهش پیدا کرد و ضعیف شده رفت و بالاخره او امپراتوری بزرگشان تجزیه شد. بارها گفتیم در درس‌های تاریخ که خب تاریخ بیانگر ازی است که هر قدرت بزرگ و هر امپراتوری و سلطنت مرکزی قوی زمانی که تجزیه شد دیگه کم کم نابود میشه و از بین میره. نهایتا امپراتوری بزرگ غوری هم تجزیه شد. قطب الدین ایبک در دهلی اعلان استقلال کرد، ناصرالدین قباجه در سند اعلان استقلال کرد و دولت غوری هم در همون غور مرکز افغانستان باقی ماند به عنوان یک دولت کوچیک. به تصویر ببینین نقشه سلاطین غوری را نشان میده، نقشه دولت غوریان را که یک امپراتوری بزرگ را تشکیل داده بود. دقت کنین ببینین از غرب تا کرمان اینجا را تحت حکمرواییشان در آمده بود. در شرق هم ببینین تا بنگال اینا را فتح کرده بودن. یک امپراتوری بزرگ از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب که اینجا حکمروایی میکردن که بعدها تجزیه شد. اینجا یک اعلان استقلال کرد، اون طرف هم یک اعلان استقلال کرد و غوریان ماند پس دوباره در همون مرکز افغانستان در غور به عنوان یک سلسله کوچیک. از یادگارهای دوره غوریان یکی منار جام غور است که از منارهای معروف تاریخ است و دومین برج بلند در جهان تشکیل داده و از آن خود ساخته. منار غور یک چه که شما میبینین خوب تشخیص داده نمیشه، کلن کتیبه کاری است و هنرمندای مختلف روی ازی کار کرده و نام یکی از سلاطین غوری هم در همین کتیبه ها درج گردیده. خب عکسی هم که میبینین در کتاب تاریختانی مربوط به غیاث الدین غوری، سلطان غیاث الدین غوری از سلاطین معروف غوریان. نقشه امروزی افغانستان است. ببینین غور را پیدا کنین. غور امروز در کجای افغانستان قرار داره؟ ببینین یک اینه، یک ولایت است امروز. خب غور در مرکز افغانستان قرار داره. چون در مرکز افغانستان قرار داره امروز غور کوچکتر شده. خب در واقع این مناطق بسیار صعب العبور بوده، به همین خاطر خیلی از فرمانروایان و کشورگشایان موفق نشدن غور را فتح بکنن و منطقه غور و غوریان همیشه به صورت نسبی مستقل حاکمیت میکردن. رسیدیم به قسمت سوالات درس. دقت کنین. سوال اول میخونم. چرا غوریان در نهضت عباسیان شرکت کردن؟ کی میتونه بگه چرا غوریان در نهضت عباسی شرکت کرد؟ شما بگین بله. به خاطر که غوریان سابقه اسلام آوردنشان در زمان حضرت علی کرم الله وجهه میرسید. بله. چون عباسیان به دوستی خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشهور بودن،
از نهضت عباسیان که با حمایت آل پیامبر آغاز شده بود حمایت کردند و در این نهضت سهم فعال داشتند. بسیار خوب، بشینید سوال بعدی رو میخونم. مهمترین امرای غوری را نام ببرید. کی میتونه نام ببره؟ امرای معروف غوری را؟ بله بگوین شما. بله، معروفترین امرای غوری امیر فولاد غوری، امیر کرور غوری، امیر محمد سوری، سلطان غیاث الدین غوری و سلطان شهاب الدین غوری می باشد. بسیار خوب، بشینید. سوال بعدی رو میخوانم. محمد سوری چگونه به قتل رسید؟ شما بگوین. بله، خیلی خلاصه توضیح بدین. سلطنت محمد سوری همزمان بود با سلطنت سبکتگین و سلطان محمود غزنوی و همیشه در تصرفات اونها چی میکرد؟ تعرض میکرد تا اینکه محمود غزنوی به خشم آمد و در سال 401 قمری برابر با سال 1011 میلادی به غور هجوم آورد و محمد سوری را اسیر گرفت و بالاخره محمد سوری در اسارت فوت کرد. بسیار خوب، رسیدیم به قسمت نمونه سوالات کنکور. من نمونه سوالات کنکور را میخونم، دقت کنین. سوال اول از نمونه سوالات کنکور مربوط فرم لوگر است. کدام حکمران غور غزنه را تصرف نمود؟ گزینه ها را با هم میبینیم. گزینه اول امیر بنجی، گزینه دوم علاءالدین، گزینه سوم محمد سوری، گزینه چهارم شیس. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ با هم میبینیم. گزینه دوم جواب صحیح سوال است. علاءالدین موفق شد غزنه را تصرف بکنه. در بار دوم که تصرف کرد گفتیم معروف به چی شد؟ به جانسوس. خب سوال بعدی را میخونم از نمونه سوالای کنکور مربوط فرم دوم دایکندی است. دقت کنین. کدام یک از اشخاص ذیل در سال 1011 میلادی بر محمد سوری حمله نمود؟ گزینه ها را میبینیم. گزینه اول سبکتگین، گزینه دوم امیر بنجی نهاران، گزینه سوم سلطان محمود و گزینه چهارم سلطان سنجر. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ شما هم جوابایتان به دلتان آماده کنین، ببینین از کدامتان درست است، از کدامتان نه. خب با هم جواب صحیح سوال میبینیم. بله، گزینه سوم سلطان محمود جواب صحیح سوال است. سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور را میخوانم، یه مربوط فرم دایکندی است. سلطان محمود در سال 1011 میلادی بالای کدام شخص حمله نمود و آن را دستگیر کرد؟ گزینه ها را میبینیم. گزینه اول سلطان سنجر، گزینه دوم علاءالدین حسین، گزینه سوم طغرل بیگ، گزینه چهارم محمد سوری. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ با هم میبینیم. محمد سوری گزینه چهارم جواب صحیح سوال است. خب سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور مربوط فرم پکتیکاست. در سال 547 قمری غوریان همراه کدام سلسله وارد جنگ شد؟ گزینه ها را با هم میبینیم. گزینه اول استراخانیانو، گزینه دوم خوارزمشاهیان، گزینه سوم غزنویان، گزینه چهارم سلجوقیان. جوابایتان را به دلتان پیش خودتان آماده کنین، ببینین از کدامتان درست است، از کدامتان درست نیست. با هم میبینیم جواب صحیح سوال را. بله، گزینه چهارم سلجوقیان جواب صحیح سوال است. خب سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور را میخوانم، مربوط فرم اول کندوز است. سلطان محمود غزنوی در کدام سال بر محمد سوری هجوم برد؟ گزینه ها را با هم میبینیم. گزینه اول سال 1011 میلادی، گزینه دوم سال 893 میلادی، گزینه سوم سال 908 میلادی و گزینه چهارم سال 1214 میلادی. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ با هم جواب صحیح سوال را میبینیم. بله، گزینه اول سال 1011 میلادی جواب صحیح سوال است. خب سوال بعدی از نمونه سوالای کنکور را میخونم، دقت کنین، بازم مربوط فرم اول کندوز است. کدام سلطان غوری در سال 1203 میلادی فوت کرد؟ گزینه ها را با هم میبینیم. گزینه اول شهاب الدین غوری، گزینه دوم محمد سوری، گزینه سوم غیاث الدین غوری، گزینه چهارم علاءالدین غوری.
کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ شما هم جوابایتان آماده کنین ببینیم کدام یکی جواب صحیح است. بله، گزینه سوم غیاث الدین غوری جواب صحیح سوال است. رسیدیم عزیزان به قسمت کار خانگیتان. دقت کنین. در بخش اول کار خانگیتان درس را از روی کتاب با دقت کامل بخوانین. حتما این کار را بکنین تا اگر مشکل داشته باشین رفع شود. بخش دوم در مورد اسلام آوردن غوریان بیشتر تحقیق کنید. بخش سوم خلاصه درس را لکچر دهید. ببینین برای که کمکتان بکنم من چند تا منبع را معرفی میکنم و خواستین از این منابع هم میتونین کمک بگیرین. یکی فشرده تاریخ افغانستان که توسط دکتر فاروق انصاری نوشته شده. کتاب دیگه افغانستان در مسیر تاریخ که تقریبا یکی از منابع کتاب درسی است که میخوانیم که در هزار درس شما اگر مشکل داشتین میتونین از این کتاب کمک بگیرین. و کتاب بسیار خوب دیگه کتاب تاریخ غوریان است که توسط دکتر اصغر فروغی نوشته شده و کتاب خیلی مهم دیگه که در درس هم ازش یاد کردیم طبقات ناصری است که نویسندهش کسی است به نام منهاج السراج جزجانی. منهاج السراج خودش قاضی القضات اون دوره بوده و یک تاریخ بسیار خوب و روشن نوشته. این که میگه منهاج السراج چون خودش اسمش منهاج و اسم پدرش سراج الدین، منهاج الدین سراج الدین. کتابش معروفه به طبقات ناصریه یا طبقات ناصری. نویسندهشان معروف به منهاج السراج جزجانی که اهل جزجان افغانستان بوده. خوب عزیزان خسته نباشین. تا جلسه بعد همتان به خدا مسپارم. به امان خدا. خداحافظ.